قصد جانی من مکن، جانی من در دست اوست، گر او مرگم را نخواهد کار تو بیفایده است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به کل هموطنان و تماشابینان شبکه کلید اسرار. الله مهربان همه ما و شما را به راه صراط المستقیم هدایت فرماید. امروز ها میبینیم نوجوان مردها خیلی زیاد هستند و شوده ایستاده‌اند. امروز با یک نوجوان مرد صحبت کردیم. درباره شرکت دارم و فلان دارم و این رکلام کردن در کار و این رکلام کردن در کار، من خیرخواه هستم، من فلان قسم به تو میتیم و در آخر آمد چی سخنهایی نگفت. خوب گوش اندازین، بعدا ان شاء الله همش به شما میفهمونم. از همت خواهش میکنیم تا آخر نواره تماشا کنین. من تامه گم در یوتیوب چخالی در یوتیوب تو دا کسی زند میزنم یوتیوب چخالی یوتیوب تو دا سلام علیکم برادر امیدجان خودتی امیدی صدای امید. اما مقصد ما برای هم رکلام زنگ زدیم رکلام کردن در کار مقصد چور باید کرد برادر. امی اتفیل بیته که سروشنی باید برادر امی رکلام را بیم مقصد چیتا حقی خدمت یکی یگون چی هست نیست مقصد همه شو تشنید کردن در کار یک چیزی رکلام کردن در کار برادر. اما خاطر نویسیم تا که خودت برادر با بچه که میفهمیدگی چند سوم است که رکلام اما خدمتون اول میگفتیم برادر ما همی شرکت همی چی یک برای این پامپرس هم خطوزوش اوی کدگیم همون را باید کم ترک پردویگت کنیم که مقصد خلق بدونه که همی خیلی شرکتی نو برامدگی ایدم هست برادر خوشروتر فهمونه نفهمیدم ایسا رو فهم چخالی رکلام هم میکنی برادر مقصد و پامپرس اگون داگ دم میپشونه چکور میکنی چخالی رکلام هم برادر مقصد پیش اومده دیدن در کار مسئولیت کردن در کار که همون را چخه باید پامپرس پوش یگون کس مقصد یگون کس هم خیلی تیموی خیلی کمتر ریالی تر بتواده خیلی پروسه گفتن ایده مقصد خیلی مقصد مشنستی همون پامپرس که با صفتیش باید برادر مقصد آدمو بیننده سالفت که ما بومگه خیلی چیزور هم داریم ده ما بسیار چیزا هم این نشوتی هم خیلی چیده برادر او برادر هم بزرچه نهم ایکو بعدی پو سمجد نوهوی کدیم شرکت پشه و یک چه کو برای ماشین سازکنی هشتم بازم میگم کو فهمیدیم برادر انا اونجا داریم مقصد اگر می اومدی بهترین میشید بودا برادر می اومدی مقصد خطون سیونکا میکردین امو درنیم امو سکلاد مقصد امی جوی که مقصد اپتم میتونم بگیرن آدمو دارم امی اومدی سیونکا میکردی بین حیات خوب میشی امی روز اگر میتونی سیوماده بهترین میشید برادر. اگر خودت بیای برادر در پیش همون سیونکا بین خیلی ریال نیده خیلی مقصد کارتینکا نیو ریال نیامو جورا سیونکا کنی مقصد در پیش کامera گاب زنی با ای دیگه خی میشود مقصد این آدمو دیگه خی پرینیمت میکنم فهمیدی برادر میتونی که همه برای هم شرکتی ما ویدیو خورد کنیم مقصد بو پارتویشم ما مقصد تر روزی میکنیم برادر نشاتی سومش و پشه دقت نکه برادر همی چند قایی که دستمون اومد برادر تغریش میکنیم مقصد همی ریالی تر بیا آدمو خوشروتر قبول کنن همی فهمیدی برادر جو برادر ما مقصد بینیم که همی مقصد بیزنس من پردویگت کردن گیرم مقصد رشیریاز چیدن گیرم و دوام دادن میگیریم همکاری را با هم روی خودت مقصد ما ولی آینده با یک شرکت نسکی رشته مقصد زاودی رشته که مقصد همی سوزان هم خیلی چیزا مقصد همی چیزایی که آدمو در نظرشون نمیتوان مقصد اسمی ساز دارد برادر ما همی بیزنس تبدیگی مقصد برادر وقتی که تغریشی در 35 خیلی چیزا مونده برادر چی نیست مقصد تدا سون دادن برادر جال که نیست مقصد که همه رزولتات متیه یا نه آنیخ شده گارانتیش هست که مقصد همه رکلام را بکنیم خوشرواق خیلی مقصد کچ استوینیده همه چیزا هم کچ استوینی بیا که رزولتات مقصد آدمو را دقت جلب کنه نیست برادر عزیز انا که مقصد نشد همو ادل ویدیو کردن چخالی باید چی مسئولیت که امچان خصوم در کوره که ادل سیونکا ویدیو همی ادل باشده مقصد هر یا ویدیو در کم ترک نیو ادل پرده مقصد
اینجا переправа خیلی چیزا رو هم هست ده که برادر ما همه محصولات و مسئولات میگیرم پروسا بین کوچکله مقصد بخول بته کوچیکه بخواره برادر برای همه چیزی موده مقصد طلبور بسیاره ما میخوایم که همین پرادویگات کنیم همین بیزنس ها که بسیارتر شود طلبات بسیار شود آغاز سعودمون الحمدلله سوزه برادر مقصد میخوایم بسیارتر شود بر سپانسرای خوبی افتادیم ده مقصد نشاط فینانسش مونده پرابلم نیست مقصد ما ایه که یکمو پدودی نشویم که همین ای بیزنس مقصد نسوزیم برای اوای میگیم بیسوس رکلام کنیم خالی کنیم که مقصد همین چخلای خلق باید بینا که مقصد ما رو عینی حالاجی برادر همین نوحیه فیض‌آباد این وحدتی که شما زندگی میکنین اونجا حصار مقصد تا خوجان اجاره میدونن اونجا ما همکاری داریم انا با بسیارتر مقصد همین رکلام چیز خوبه که خودت میدونی که برادر رکلام چه بینیت خوبه که آدم را دقت جلب میکنه مقصد همین این همین بینده خودت برادر خودت بسیار رکلام رو کدگی مقصد فایده رکلام دیگه برای همین با همین خاطر میخوایم که رکلام کنیم من 20,000 تا نمیتونم برادر من خودت برادر 40,000 میتونم نکنم همین خیلی بکی که برادر خوشتر بیاد 40,000 نیست 50,000 میتونم برادر من در پول پرابلم نیست برادر چی همین خودت باور که در تلویزیون همین چیزی که همین با همین اینترنت و یا اونجا میدونم با یکم ختم میبینم برای اوای دیگر رو در مراجعت نکردم برادر رو سامی خودت که خیلی خودت مقصد همین تست ویدیو میفرویسی این کیرس در خودت بسیار ایده همین خیلی هستی که باور که روی کارهای افتگی هم نکم خان با برادر گرم سه شبکه در 60,000 این امید نام داری هم برادر امید جون من تا در 70,000 میکنم امید جون همین موضوع بیرون میبریم همین کوری مقصد همین کور کانتر بیرون میبریم من شد یک ویدیو دوستانیم همون یک ویدیو تا تماشا کردم همونجا یا اولیو بوده چیه بچه‌ک بوده همون کانتر نوسولی من چخیلی چیزی را همین هر چی را پیشگویی میکنه برادر گرم نیست مقصد بینی باحال بودی برادر اوای دستگیری در کار باشم در این بهترین عمل کردی برادر اینا با خوب کردی که در کانال توریش کردی با ایجات و ویدیو با بینیویت خوب شد که ربی آدمو دیدن مقصد شناختنشا مقصد هم کامنتاریو را میخونی بوار که بینیویت گپوی بزه با برادر همین چه توقعات میکنی خودت ما حیرانم ده برادر خب برادر روز من صورتی خب کامنتاریوی ما را نظر کرده است میگه که تو چقدر توقعات میکرده باشه اکنون ببینیم که تو چگونه توقعات میکرده باشه برو را روید میکنیم اکا خدمین با باهو بتیده برادر که مقصد همیو با فروش اشکال خوبه نغزه با خودت تجربه نغز دوری برادر نظر کنین دوستان عزیز بارهای روان کردهش چی است یعنی که یک اوصال کرده ایستاده است این برادر انشاءالله تا ابد همین خیل میروه ته پوش برواده صورت گرفته نسکی پوش برواده صورت گرفته انشاءالله تا ابد به همین حال نمیبرایی انشاءالله حیف تو برای مسلمان اکنون دوستان عزیز بعد همین رایش ما به همین گفتم که اگر من ثبت های را در یوتیوب بمونم چی گپ میشود ببینید چه صحبت کردگی است من تامه گم در یوتیوب چخالی در یوتیوب تا در کسی زند میزنم یوتیوب چخالی یوتیوب تا تامه گم تماشاکی گوز مرغ در دهانت میگم باورم که میگمد باور که در پوتاد نکه یوتیوب با سری کرم یا جدا بفر با چاق میکنی همین باور که همین گلاسوای ترام ها مجزا پشیدگی میاد اون تیما که برادر حریف میشید از زندگی خب ثبت ما ثبت شده باشه روی که اگه بلاگ یا کسی ده که میخواه بتشد تا بمونم کمچی گفته باشم تو دعایات کی تو باشه تو دعایات باشه کی یک بوتی خیلی گراجات میکنی تیا گاندون یا چورت ای مرغ ای کالخوز داد میگم خیلی قدیما گپ خبر نکی را گفته استم که ما دا کرم زدگی مینیم تو ما دا اینترس نیستی فهمیدی ما دا دهانت میگم بوار که دا دهانت میگم گاندون بله چورت
فضلا اندلو ابیو همی بوار که خود یک گوزی آیودا بوچی همی تی یوتیوب یتی بعد روز مشه یوتیوب پاماگه تده میکنه دلینگ در اسمون نک بومد داو بایو بچی تی یوتیوب میگی بعد نمیخوی زندگی کردن. یعنی که تهدیدم کرده ایستاده است. از دستش خاک نمیبیاد. بدبخت را میبینیم باز تهدید میکرد. همین قدر سخنها الحمدلله استغفرالله میگد و آمده باز دشنا میتید. خداوند این گونه انسان انشاءالله هم در این دنیا هم در آخرت خوار و ذلیل میگرداند. ببینید دوستان عزیز، در اول زاره زالی تا اینکه شرکت دارم فلان دارم من رکلام کردم در کار، در آخر آمد و دشنام داد، حقارت کرد، با زمی تهدید کرده ایستاده است. یعنی تا اگر ثبتای مرا گلوسای مرا در یوتیوب مونی من فلان کار با تو میکنم، هفت پشتتا نیست میکنم، تو از جانت سیر شدگی. من اساسا برای انا همین تهدید همین انسان گلوسای اینا گذاشتم که ببینیم از دست این نوجوان مرد چی میآمده باشد. اول خداوند هدایتش بکند. من نمیدونم که ایرا انسان زایده است یا اینکه سگ. من نمیدونم که ایرا کی تربیت داده است. حالا همه بپرس میگم من مسلمانم. حاضر با همه بپرس میگم من امت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هستم. همین گپ میگه. من 100% میگویم که این مسلمان نیست. چراغ ظلم ظالم تا دم محشر نمیسوزد. اگر سوزد شب سوزد شب دیگر نمیسوزد. شما فکر نکنین این جوان مردهایی که امروز زبان حرام دارند و یک برادر مؤمن و مسلمان از زن و از همسر و از مادر او دشنا میکنند، او ناموس دارد، او خب نمی نشیند. فکر نکن که این کارت به جواب میماند. فکر نکن که تا ابد همین خیل میروی. اکنون تو مرا دشنام کردی، میبینیم چقدر انسان باز تو را دشنا میکنند. در یک کسی یک مشت دادی در تا 2 مشت میزنند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرموده است. فکر نکن که خواهر یک کسی دشنام کردی، همسر یک کسی دشنام کردی، همسر تو را دشنام نمیکنند و خواهر تو را دشنام نمیکنند. حیف تو برای انسانی که نامی خطا تاجیک میگی، خطا مسلمان میحسابی. تو تاجیک نیستی. تاجیک نمیدونی که تاجیکی است. از این سپس هر انسانی که دشنا میدهد ما انشاءالله بهر برادران معرفی میکنیم. ما برادران قد همون قدر دشنا میکنن. ما دیگری از سخن میگم به اینها. هزار رحمت برای دشنامت. شاید که با دیگران عبرت شود. اگه ای ابو جهلا از زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تا این دم هستند. رسول الله سخن حق میگفت، می در آمدند و دشنا میدادند. این بیناموس میگه که نخواه که تو رکلامت بسون بکنی. تو عقل نداری، تو فراست نداری، تو ناموس نداری. تو فکر میکنی این قدر کاری من به مبلغ است. 4-5 برادری که با من کار میکنن به پول با من کار میکنن. اینها استودیا این قدر اپاراتورایی که من میخرن اینها به پول هستند. من برای یک نوارم بهر تماشابینان مثال خوش بیاید گفته از همینجا به خود خوجان زده میروم، به خود کلاب میروم، خود قرغن میروم تا برادران ببینند منظرهای زیبای تاجیکستان. من برای یک نوارم فکر میکنی اینها همه به مبلغ است. از روی آن همین خیلی بخیلیت، از روی آن همین زبان حرامت، از روی آن همین دشمنیت خدا تو را بالا نمیبرداره. همیشه در همون پستی میمانی. از روی بیسوادی و جاهلیت ما حرکت میکنیم که 10 برادرمون 100 برادرمون راههای نشان دهیم که از همین کارهای استرویکا، از همین کارها بیرون برویند، یک کاری پاکیزه در بگذارند. اما این گونه بیناموس ها امروز میخیزند و این گونه دشنام ها میدهند. باز دشنام میدهد، باز تهدید میکند. عجب زمانی ده، عجب زمانی نه، عجب مردمی بی سواد و جاهله. حیفی تو برای انسان، حیفی تو برای نوجوان مرد، حیفی همون انسانی که تو را تربیت کرده، حیف بر همو.
از روی توی بیناموس اینقدر مادرت، پدرت، همسرت، خواهرت همه همین دشنام میشنود. مرگ تو برای انسان. ما دعا میکنیم که خداوند این گونه انسانها را زود از روی جهان نیست بگرداند تا از نحسی اینها به وطن، به همسر، به مادر، به خواهرانشان نرسد. نحسی همین آدمان. شما همه بقای پس اکران هستین. مرگ تو برای انسان از دستت خاک نمی بیاید. من فلان میکنم و دیگر کار میکنم. اولش که خدای داریم که در هر یک نیتی تو، در هر یک نقشه تو نقشه کشیدگی هست. هر یک نقشه میکشی بر ضد یک برادرت، خدا یک نقشه کشیده موندگی است که انشاءالله به همون نقشه کشیدگیت خودت در بلا گرفتار میکنی انشاءالله. من میندار هستم از همون برادرایی که در زیر کامنتاری ها بسیار سخنهای نیک می نویسند در ادنکلاسنی که اینستاگرام، ایمو، واتساپ و غیره. انشاءالله هر سخنی نیکی که می نویسین، هر دعای نیکی که میکنین، ملائکه همون دعای نیک در شما میکند. این انسانی که از مرا دشنام داد، این فکر میکنه که دشنامی برای ما هست. نه، تو مادری خودت دشنام کردی، تو خواهری خودت دشنام کردی. یعنی که من مادر ما فلان میکنم، من خواهر ما فلان میکنم، تو بی‌ناموس هستی. باور که تو در لعنت خدا گرفتار هستی. انسانی که در لعنت خدا گرفتار شد، او به ایمان می شود، از دین خارج می شود. دل به دست آور که حج اکبر است، از هزاران کعبه یک دل بهتر است. میگه دل یک مؤمن به دست بیار، چگونه ای که کعبه را زیارت میکنی، 1000 ثواب آن همونم در نامه اعمال تو کتابت میگردد. لیکن حیف تو برای بیناموس. انشاءالله باوری دارم در یک مشکلی میزنی با خواست خداوند. انشاءالله شما تا مشکلی در نزنین از خدا نمیترسین. وقتی هم مشکلی در میزنین بعدا توبه میکنین خدا مرا ببخشه. اگر من تو را نبخشم خدای من نیز تو را نمیبخشه. خدا گناه بین خودش بنده را میبخشه، بین بنده و بنده را نمیبخشه. انشاءالله روز قیامت شود وقتی خدا مرا پیش تو دراز کرد، از تو پرسان میشه با کدام دلیل تو همین برادر را دشنام دادی، برادر تو دشنام دادی، با کدام دلیل؟ چه خواهی جواب گفت؟ البته بسیاری حیران میشوند که خداوند بندگانش را دوست می‌دارد. این همش امتحان خودش است. چرا دوزخ را آفرید؟ دوزخ را برای این میگونه انسان ها. این انسانی که امروز دشنام داد، آیا انسانی که در راه خدا هست جنت داره؟ انسانی که در راه شیطان هست او هم جنت بداره؟ ما با برادرایی که مثال در شبکه‌های اجتماعی رقم‌های ما رو میپرسند، ما رقم‌ها رو میتیم که با آنها برادر باشیم، صحبت کنیم. اما از سبب این گونه بی‌ناموسان و بی‌سوادان و گمراهان دیگر صحبت کردن هم نمیخواهیم. تو خودت کی میگیری؟ من یک بنده عاصی گناهگار هستم. من بنده خدا، شما هم بنده خدا. شاید قدر شما در نزد خدا از من 1000 مرتبه بالا باشد. خداوند همه ما و شما را برای صراط المستقیم هدایت کنه. آمین.